روز کشتی دنیاست. کشتی دنیا به تناسب تغییراتی که در واقع کشتی دنیا اتفاق افتاده یه بخش زیادش تاثیر به این که در واقع کشتیگیرایی که کم اشتباه هستن و دفاع رو خیلی خوب بلدن عموما اینا کسانی هستن که مدال‌های بهتری میگیرن، مدال‌های بیشتری میگیرن. از آسیب‌هایی که در دوران کشتیشون براشون اتفاق میفته مسئول هستن و یعنی در واقع عمر دوران قهرمانیشون بسیار بسیار بلنده. دفاع ما در پایه در نونهالان نوجوانان متاسفانه فقط در پا عقب دادن و در واقع زیر ندادن به حریف اصطلاحاً و یا خیلی دادن میدونیم، در صورتی که با توجه به تحقیقاتی که همه مربیان عزیز انجام دادن در خصوص دفاع کردن در واقع آخرین مرحله دفاع زمانیه که من نتونم از دست‌ها و سر گردن خودم استفاده کنم، حریف از همه اون تلاهایی که وجود داره و من نمیتونم کنترلش کنم خارج بشه و در نهایت به پای من برسه. و زمانی که به پای منم برسه اگر کشتیگیری زیرگیری باشه که در دنیا کشتیگیرا به خصوص در ایران خودمون کم هم نیستن، بسیار بسیار زیرگیری خوبی هستن، اون وقت حتی با خیمه زدن هم نمیتونم جلوشو بگیرم و در نهایت زیری که دادن نتیجهش امتیازی که از من به دست میاره. به همین دلیل ما سعی میکنیم که تو این بحث آموزشی ابتدا هم بگیم که اون چیزی که به ذهن ما میرسه آرزو جان تو این بحث دفاع رو ما اومدیم به مثلا 6 تا مانع‌های در واقع مختلف اومدیم تقسیم کردیم که هر مانع من بتونم یه جوری جلوی حریف خودم بگیرم که اصلا به پاهای من نرسه. اولین مانعی که میتونه خیلی خوب کنترل بکنه حریف خودم سر منه، یعنی جایگاه سر منه. خیلی از ورزشکارا سرا رو اینجا قرار میدن و در واقع هر دو آزادیم برای گرفتن هر دو اتفاق دادن مشکل میکنه. سری که در این نقطه از بدن قرار بگیره، یعنی من پایین‌تر از حریف خودم باشم، حتی بدون دست هم میتونم مدافع خوبی باشم، به دلیل اینکه آرزو اگر قراره که از من رد بشه حتما یا باید بیاد پایین‌تر یا باید بره عقب و در واقع از من جدا شه که دوباره بتونه از من پایین‌تر باشه زیر من بگیره. به همین دلیل من اگه سر اینجا قرار بدم آرزو حتی اگه بخواد عقبم بره من میتونم با پر کردن این فاصله در واقع این امکانو ازش بگیرم که از من جدا نشه و پایین از من قرار نگیره که بخواد برای زیرگیری اقدام کنه. مورد دوم قرار گرفتن دست‌های ماست. یعنی در واقع ما یه دست برای به عنوان راستگارد، یه دست گارد داریم، یه دست غیر گارد. اتفاقا رو این که دست گارد ما تا جایی که امکان داره باید در اختیار خودم باشه، به دلیل اینکه این دست قراره که کار کنه، قراره خودش زیر بگیره، قراره از پای جلوی من محافظت کنه. پس بنابراین من دست خودم رو در اختیار حریف خودم قرار نمیدم که این همه فرصتایی که وجود داره رو از دست میدم. به همین دلیل این دست رو سعی میکنم که همیشه در اختیار خودم باشه، یعنی یا اینجا یا میزنم زیر کت، هر اتفاقی که قرار باشه دست خودم باشه که هر وقت خواستم بکنم به زیرگیری اقدام زیرگیری کنم یا مانع زیرگیری حریف خودم باشم. دست غیر گارد من در واقع اون دستی که باید درگیر بشه، اون دستی که باید فرصت ایجاد بکنه که تو این کشتی میتونه از پایین باشه، میتونه از آرنج باشه، میتونه بیاد اینجا و دست گارد من هم در واقع یعنی من با این کار خودم با دست چپ خودم در واقع مانع است. دست گارد آقا رضا افضلی در واقع دست راستشه، من با این دست مانع زیرگیری از آرزو شده. عملا دست گارد خودم که برای زیرگیری باید آماده باشه، هر لحظه که بخوام آماده است برای گرفتن. پس عملا این جانمایی در واقع دست‌های ما میتونه دومین مانع باشه برای جلوگیری از در واقع حالت تهاجمی حریف برای رسیدن به پاهای من. مورد سوم، اگر من همه اینا رو اقدام کردم یا حریف از من بهتر بوده، یعنی میاد به سمت من برای گرفتن، از همه این مانع‌ها رد میشه. مورد سوم در واقع کشتیگیری پایه ما باید خیلی خوب دستوها رو بلد باشن. این میشه در واقع اون دام سوم برای اگر یه روزی حریف من از دام اول و دوم من رفت شده به هر دلیلی یا ضعف من بوده یا خودش خیلی خوب بوده، دام سوم در واقع دستوهایی هستن که اگر میشه یه برای در واقع این دستو کردن این تله سوم منه. پس بنابراین خود این رو من به شخص خودم جزئی از دفاع میدونم، یعنی کسانی که میخوان مدافع خوبی باشن در دنیا حتما باید دست و کارهای خوبی باشن و این دستور هم تو جایی که امکان داره زمانی که حرکت میکنه پشت آرنج حریف میندازم و خودم نمیرم پشت حریف، یعنی در واقع تو مسیری که آقا رضا داره نیرو وارد میکنه میارم. پس بنابراین با کمترین انرژی بیشترین سود رو میبرم.
مورد بعد به دستی نرسیدم، میرسم به تله چهارم خودم. آقا رضا اقدام میکنه برای زیرگیری، میاد برای زیر و من زیر بهش نمیدم. یه زیر اشتباه گرفته که نیاز داره که در واقع اگر کشتیگیر باهوش باشه باید از این فرصت آقا رضا استفاده کنه. زمانی که میاد من اگر فرصت رو یعنی زمان رو خوب بشناسم در برگشت آقا رضا که باید برگرده سر جای خودش تو یک نقطه‌ای در واقع به بی‌تعادلی میرسه. ببینید ما در کشتی جاهای تعادل داریم. الان این تعادله. یعنی من اینجا هوشیارم، اگه سرگردن بدم پاهم به این شکل باشه هوشیارم، کوچکترین اشتباه کنیم میگیرم. پس در زیرگیری زمانی که حریف اقدام به زیرگیری میکنه اگر من این حالت باشم، یعنی حریف اگه در این حالت باشه و در این حالت باشه امکان برگشت گرفتن از حریف خیلی سخته. ولی زمانی که ما یه مکس کوتاه بکنیم، یعنی اومدم زیر، حریف داده عقب، یه مکس کوتاه بکنیم، در زمانی که میخواد برگرده این لحظه برگشته، یعنی وقتی میخواد جای دفاعی برای حریف نمیده. پس به همین دلیل در واقع برگشت گرفتن به اعتقاد من زیر نیست، شناخت یه فرصته، یه زمانه. من اگر اون زمان رو درک کنم میتونم یه زیر خیلی مشکلی بگیرم. به همین دلیل آرزو ببخشید میاد ببینید اومده اینجا یه مکس میکنم توی این بیتکا ببینید. مانع بعدی که در واقع اگر از این مانع هم در واقع کشتیگیر انقدر خوب باشه که بگذره، یه مانع پنجم وجود داره به نام سرگردن که اعتقاد من همه کشتیگیرا چه مهاجمین مدافعین به خصوص کلش از موارد دفاع است. یعنی کشتیگیرایی که سرگردنگیر خوبی هستن و در واقع حریف یه زیر اشتباهی میگیره به خوبی میتونن تو سرگردن تنبیهش کنن. هم فشار خیلی زیادی به حریف وارد میکنن و هم از قبالش امتیاز به دست میارن. خود این نکته تأکیدیه به نظر من تو کشتی که الان تو کشتی امروز دنیا در واقع یه رکنه، یه اصله. یعنی شاید بیش از زیرگیری هایی که ما مرور میکنیم به سرگردنگیری وابسته بشه کشتی امروز دنیا. خیلی راحت میشه امتیاز گرفت به دلیل اینکه حریف یه تمرکزی داره اومده برای زیرگیری و در نهایت بین رو به مشکل میخوره، سرگردن میده، تمرکز تعادلش به هم میخوره. اگر من کشتیگیر هوشیاری باشم باید از این فرصت استفاده کنم که در واقع همه اینا یه قابل تشبیه میاد میگه. تو سرگردن هم دو نکته وجود داره، اینکه دست از این برگه بشه دو نکته وجود داره. یکی اینکه اگه دست راست من زیاد از حد بره داخل آرزو پشت بازو من تمام، یعنی عملا دست گارد من فقط تا حدی که به چونه آرزو برسه، یعنی دست من داخل نمیده. این حد، این برای مهارت. مورد دوم چیزی که مانع میشه آرزو نتونه بیاد رو من مجدد اینه که من با کتف خودم و وزن خودم به این نقطه فشار بیارم. ببین خیلی از نوجوانای ما به این نقطه فشار میارن، یعنی سوار حریفن. در این حالت آرزو هر جور که بشینه منو میگیره. دلیلش اینه که عضلات بالاتنه ما جزو عضلات بزرگ محسوب میشه و در واقع تحمل وزن حریف رو به سادگی داره. ولی زمانی که من رو گردن، یعنی تو این بخش فشار میارم، یعنی کتف خودم میذارم اینجا و اینجا فشار میارم به حریف، عملاً اون مورد رو خنثی کردم. مورد بعدی آرنج دسته، این آرنج جن خلاف میکشم پیش و زمانی که جمعش کردم به شدت تو فشار گذاشتم. هم این حالت میتونم بگیرم، هم این حالت میتونم بگیرم. مورد بعدی برای خاک کردن، خیلی از حریفا زمانی که به اینجا به این نقطه میرسن به هوای اینکه حریفا خاک شدن دست عوض میکنن. حالا این دست منو بگیم اون دست، اون دست. نه مچ منو بگیم. ببخشید. این نکته زیاد پیش میاد. ببخشید. یعنی من اومدم زیر اشتباه گرفتم، آرزو اومده بغل. این رفته بغل. درست؟ بعد حریفم حرکت نمیکنه. من این دستو میگم، دست زمانی که میره دور کمرم من از رو برمیگردم. دوم یکی اکثر در واقع کشتیگیر باهوش برای کسایی که سرگردنشون میگیرن میذارن. خیلی راحت میشه دور زد. به همین دلیل ما برای نوجوانان توصیه داریم زمانی که ورزشگاه میاد اینجا از اینجا به پشت حریف نرن. یعنی من اینجا دور ندارم نرم اینجا. من اینجا خراب کنم.